سلام و وقت بخیر. به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. کار ساخت بخش دوم سرک قندهار سپین بولدک تکمیل شد. این سرک از میدان هوایی قندهار تا ولسوالی سپین بولدک آن ولایت امتداد می‌یابد که از ولسوالی‌های ارغستان و تخت‌پل عبور می‌کند. هزینه بخش دوم این سرک به درازای 40 کیلومتر و پهنای بیش از 10 متر ساخته می‌شود و ساخت یک پل به درازای 320 متر 96 پلچک در آن در نظر گرفته شده است از سوی حکومت تمویل می‌شود. این سرک یکی از مهمترین پروژه‌های حکومت است که ولایت‌های جنوب غربی را با خط دیورند در چمن وصل می کند که در اتصال مناطق دور افتاده نقش مهمی ایفا می کند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعلان کرده است که افغانستان از بابت تولید گوشت مرغ به خودکفایی نزدیک شده است. وزارت زراعت در حال از خودکفایی در سکتور مرغداری ابراز امیدواری می کند که فارم‌های بزرگ مرغداری در سال‌های اخیر در ولایت‌های مختلف کشور با سرمایه‌گذاری‌های شخصی و دولتی ایجاد شدند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت می‌گوید که تولیدات گوشت مرغ همکنون به 260,000 تن در سال رسیده است. وی افزوده است که با این مقدار تولید گوشت مرغ این سکتور به خودکفایی نزدیک شده و امید می‌رود نیازمندی شهروندان با مقدار افزایش این تولیدات به صورت کامل رفع شود. کار ساخت بند مچلقوی پکتیا به سرعت جریان دارد. مقامات محلی گفتند 22.9 میلیون دلار هزینه ساخت این بند می شود که 5.5 میلیون متر مکعب آب را ذخیره و 2300 هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد. همچنان این بند ظرفیت تولید 300 میگاوات برق را نیز دارد. حکومت افغانستان گفته است تولید برق و ساخت بندهای آب در اولویت‌های کارشان قرار دارد و آب افغانستان را مدیریت می‌کند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید در سال گذشته 2.2 میلیون لیتر شیر در سراسر کشور تولید شده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت گفته است افغانستان در بخش تولید شیر به خودکفایی نزدیک شده است. وی افزوده است که در سراسر کشور 819 فارم‌های مالداری است که شیر در همین فارم‌ها جمع آوری می‌گردد. بر اساس معلومات این وزارت در افغانستان 4 میلیون گاو و نزدیک به 20 میلیون بز و گوسفند به طور عنعنوی در فارم‌ها نگهداری می‌شود. 5 پروژه بزرگ عام المنفعه در ولسوالی رستاق ولایت تخار به ارزش 139 میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شد. مقامات گفتند در این پروژه ها ساختمان های 3 مکتب و 2 شبکه آب صحی شامل می باشد که از سوی حکومت افغانستان ساخته شده است. باشندگان محل از ساخت این پروژه ها اظهار خرسندی می کنند. چند پروژه در شهر جلال آباد به ارزش 55 میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شد. مقامات محلی گفتند در این پروژه ها ساخت 4.5 کیلومتر سرک کانکریتی، 10.5 کیلومتر جویهای آب، 12 صنف درسی برای دختران، یک دیوار استنادی به طول 100 متر، یک پارک و ساخت پلچک ها شامل می باشد. ساختمان ریاست قبالجات قندهار به ارزش 80 میلیون افغانی ساخته و به بهره برداری سپرده شد. اداره ارگان‌های محلی میگوید این تعمیر در 2025 متر مربع زمین در 4 منزل ساخته شد که در یک سال از سوی اداره انکشاف ملی تکمیل شده است. 2 چک‌دیم در ولایت خوست ساخته و به بهره برداری سپرده شد. مسئولین محلی میگویند این چک‌دیم ها به ارزش 10 میلیون افغانی ساخته که توانایی ذخیره 48,000 متر مکعب آب را دارد و 3,000 تن به صورت مستقیم از آن بهره مند خواهد شد. مسئولین گفتند با ساخت این چک‌دیم ها جلو سیلاب ها گرفته می شود و همچنان زمین های زراعتی نیز تخریب نخواهد شد. واحد نژاد و سمیع الله فیضی یکشنبه شب در سازمان فایت نایت در شهر مسکو روسیه در مقابل حریفانشان قرار گرفتند که توانستند پس از 3 راوند مبارزه با امتیازات داوران پیروز این مسابقه شوند. واحد نژاد ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در وزن 75 کیلوگرم توانست حریف روسی خود را که 5 پیروزی و 1 شکست در کارنامه‌اش داشت شکست دهد. از سوی دیگر سمیع الله فیضی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان توانست پس از 3 راوند مبارزه حریف روسی خود را شکست بدهد و پیروز این مسابقه شود. ممنون از توجهتان به خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.